بیمچی بیجومه بیا بابا بیا بالا اخ الهی که من فدات بشم. تو چقدر مهربونی. کی اذیتش میکنه اینه؟ کی اذیتت کرده؟ به خودم بگو هر کی اذیتت کرده. خب نگاه به خودم بگو، خودم پدرت یعنی جو عزیزت از گوشی بریم بخور. سید به تو نگاه میکنی چی شده؟ چی بابا؟ چی عزیزه؟ چی مهربونه؟ چی خدا جامعه شما بردم گفتم با هم بیا بریم خانه چایی بزنم بخوریم صحبت کنیم وقتایی تنهاییم. کی از تو بهتر؟ بابا قربونه چون مادرم بریم دیگه خسته شده. خب بانه دیدیم خدا هست بیا جلو. چی صفر گرفته خود چیه؟ چیه مثلا میخوای دعوا کنی؟ این میخواد بگه ما چون نره ما قلدرم بیشتره گوش نمیکنه. سگ نر یک دامنش بده بخوره؟ من باید دوستم بشکله چیه باسته هرچی کنه دیشتی ما برد کندوم. عزیزم خوشگله مردم میگن جلو نرو دستش نزن ایچی رو چشت. اخ نگاه بیا. سگ اعتبار نداره، خیلی هم اعتبار داره. اعتبار همی از خیلی ها بیشتره. بیا اخ چی با ناز میخوره فرشته مهربون. بیا انگلیسی بیا جلو. روز دست نزنه که دعوا میشه حسودش میکنه. بیا جلو بودو بیا میای. اونجا گردن ریخته ندو که بره اونا رو بخوره. ما رفتم بابا کار نگیری. دست میگی بلند شو. دست میگی کمکم کن تو بابا بگی بچم گوشنه پای سر مظلومه گوشنه میمونه. سب کن بگی مالی سب کن بی شما بی تو درسته بخور بگی نه بگی چقدر اذیت بکنی تو. نه دعوا نه بغل تو دعوا. بیا لازش گرفت. نه خب این نصف بستر بودم بار من کم بشه کم. دوستان عزیز، همراهان عزیز، اگر توی طبیعت بی خوشگلی با این بارندگی ها آشغال نریزه. نگاه کن اینا رو اینقدر پوست چیپس و پلاستیک و یعنی همینجوری پلاستیک و نریزه. هر کی آشغالشو با خودش ببره 4 تا آشغال دیگه هم با خودش جمع کنه ببره. بیا هم شهر تمیزه. بیا چه نمیخوری هم طبیعت تمیزه. فردا میای بیرون طبیعت یک چای دودی میخوای بخوری این پلاستیکا جذب نمیشه اینا وا نمیشه. بیا چرا دوش نشه. بیا آشغال نریزن. آشغالات رو با خودتون ببره. اولش سخته عادت میکنه. بیا علی